السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان چه خیلی نقد سازی. خوش آمدید. هزار رحمت هزار. استاد جان من همین یک میچته داشتم ببخشید اگه امروز من شما را یک میخواستم که همون نامتان عادلیان عبدالله عادلیان باشه. من هم خیلی میچته میخوام ای خداوند که نام شما عبدالله نوشته شود. اکمل جان گویه که همین کار کنه. نام فرزندم عبدالله است و ابو عبدالله چجوری بده ابو عبدالله این نامی مای پدر ما گذاشته است. آیدی همین نام حکمش، البته این نام مکروه است، هیچگاه نامی فرزنداتون نامی سهراب نمانید. این نامی مالادیس نادرست آفرین. است. همین هم میخواستم رحمت. یعنی که لیکن حرام هم نیست و آیدی، یعنی مقصد این نه که حرام نیست بگذارید، نه نمانید هیچگاه، لیکن تغییر دادنش خیلی که علامه بکر ابوزید رحمت الله علیه گفتند گناه ها را تأمل کردم. ناگاه دیدم که از همه گناهی کلان شرک است. به الله تعالی شریک آورده، یک هیکل یا بت عبادت میکنید به جای اینکه الله تعالی که شما را آفریده سایه عبادت میکنید. این از همه گناهی کلانه، لیکن اگر توبه کند در حال بخشیده میشد. لیکن گفتن در بین گناه ها یک گناهی هست که تغییر دادن و توبه کردن از آن گناه مسافه دور و دراز در بر میگیرد. این تغییر دادن نام ها گفتن، علل خصوص نام اگر حرام باشد تغییر دادنش حتمی هست. مثلا عبدالرسول، بنده رسول، این نام نادرست است. بنده رسول نه، این بنده الله است. این در حال باید تغییر کرد، به هیچ نگاه نکند. اما اگر نام مکروه باشد و مشکل باشد در همه جا، اما خیلی ما سببش بیان میکنیم برای چی تغییر ندادیم. در تجارت نامش عبدالنبیه، همه میگن نامش اهلیش کنه نمیشه. نه تبدیل کرد. عبدالنبی اگر چیز مثلا در حجت ها نتوندم که مردم میپرسد دیگر نام گوید، نامش تغییر دهد، خودی نبی گوید. مثلا نبی استاد عبدالرحمن کنه نامتون. خیر است. خداوند نگهبان تمام باشه. استاد جان کم ترک چی وین بیمار شده که بدم در حقم حاضر دعا کنه، من میکشم بعد این من در دعا کنه در حقم. مالی استاد جان خداوند من تماشاتون میکنم اگه دیگه تمام، فقط تماشاتون میکنم تمام. استاد جان شفای کامل دهد. بله شفای مادی و معنوی و برای راست هدایت و استوار در راه صراط المستقیم گرداند. آمین یا رب العالمین.